سلام مجدد و شما عزیزان خوش آمدید میگم به ادامه برنامه غزال با کرونا. ببخشین غزال با قاسم. و قاسم جانم درک نداره، نمیفهم کجاست. قاسم جان آمدم غزال جان. ما برای خودت یک شیر آمادگی گرفتیم. آداب شیر نمیگم یک دونه شیرک برای تو آوردیم. تشکر. سلامت باشین. خیلی شبیه خودت است به غیر از رنگای چشمش. خب در این قسمت برنامه ما دایره شانس ترتیب کردیم. غزال دایره شانس ده گزینه است. خودت تو میتی، ما انجام میتم و ما تو میتم خودت انجام میتی. یعنی من میچرخانم خودت باید کار انجام بدی. ما اول انجام میتم چون حق مردا بالاست. درست است. برو. شوشه و نوروز است. بسم الله. چند دشنام دخترانه. خب الان چی بلاستی؟ خودت چی بلاستی؟ گم شو. دیگه قواری چی بلاست؟ اکت معتدل. ابی غزال که نباشه زندگی هیچ چیز نیست. یک روز از سر پل چک روان بودم، این طرفم کرد بود، این طرفم کردار او داده بودن. ما میخواستم دایی کرد که او داره نفتم. یک کسی تیر شد، ما گفتم سلام علیکم. ای سلام علیک نگرفت، سرما بد خورد. ما گفتم ای کی است که در قریه ما سلام علیک نمیگره، که سعی کردم به یک گاو سلام دادیم. آفرین. گزینه بعدی. خوب آهنگ عربی. بسیار مشکل شد. خوب شد چای میسی نبودی جه. کیف حالک طیب. میتونم که کمپوز عربی را به شکل دری بخوام. بله رشخندی سرکاری که بکنیم بکنیم. حبیبه یا حبیبه روی قاسم پوندیده. حبیبه یا حبیبه کالای قاسم شاریده. حبیبه یا حبیبه سر قاسم ترقید. خواه نوبت ماست. نوبت شماست. نوبت ماست. ما با شما باید بچر. بان که چی مبرای باز. برو باش. قواره کردن. قواره کی؟ قواره خودت دیگه. بیا تو قوارم نکنی. برو قوارم نکنم. قواره هستم. هیچ ضرورت نیست شما برای بیره قبضه که فکر کنی با قواره کزیده. تایی شد؟ اوکی. شما باید بچرخانید. ما میچرخانید. درست. آی نه آهنگ توسط دایره. اوه مای گاد. من دایره هست. من این کارت میشه بر من شما بتین. یک آهنگ با دایره. باش که اول یاد دارم دایره زدنه. بخورین. خب من یک عادت دارم، یا دایره میزنم یا میخوانم. نمیتونم هم دایره بزنم. این برنامه متفاوت است. هم میخوانین هم دایره میزنین. با دایره رقصتا سرمرد خلاص. خیر ببینی اگر ما دوستا برای شما میرقصیم اگر این مرقصه نیستیم. چرا؟ به خاطر شما خوش شوین. الا گل دانه 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 قاسم جان پوندیده مثل پخانه. الا گل دانه دانه الا گل دانه 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 قاسم جان خار کده نمیای خانه. الا گل دانه دانه. خوبش. بسیار مقبول. تشکر. خب بود بریم به طرف گزینه بعدی. شما برین.
چی میبره باز با امید از اینکه یک سخت برای که ما رو دیشب و نوروز هم پودری جور کردین هم قواره جور کردین استاد برو تخصص شما چیزی که تخصص داره در قسمت خوب است و گزیرای خود ببره بان به می غزال زنگ بزنم کجا هست مسیوی بله غزال بله سلام خوب است عزیزی و علیکم سلام کلان جان چی کردی؟ چالاقا را گران کردم گرفتی؟ پیسه نداشتم بسیار در وضعیت خراب بودم از امام چبلق آوردم بر تو کدام وقت پیسه داشتی که چبلق بخری نان خوردن نداری بس چبلق چی بخری؟ از امام آوردم برات امور عزیزم خوب کردی همیشه دوزی عادت اون که لنگ چپش نوکش بریدگی هم هست چی پخته کردی در خانه؟ زار میخوری؟ نوش جان ما خوردیم و بیرون خوردیم غزال جان بله خبر داری که پوپل برات فرند ریکوست کرد در فیسبوک؟ زیاد نفرا روان کردن نمیتونم اکسپت کنم از پوپل اکسپت نکنی که بر دختر فقط فرند ریکوست رو میکنه بس غزال جان بله نمی ستاره افغان که رفتی استاد مینوک طرف سعی کرد بگو بیادرک عزیزم صبر که تلفن منایی با فریز صدای شما قطع وصل می شود شماره ای را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نیست او را بلا را پس خودت گپ دی بیا خدا آخرین گزینه باید باشه اگر این چیز بیای چی؟ بیت مشکل نداره باز داره برو اگر باز این چیز بیای چی؟ باز امو رقم آخرین دروغ توسط دایرت باز باید اینه دل شما جمعه برو ما کامش بگیم آخرین دروغ یک قسم دروغ زیاد بگوی ایران میمانی که کدام شب بگوی یک قد دروغ گفتی که فکر میکنی کدام شب بگوی البته دروغ که به خود گفته بودم که بله. یک چند وقت افغانستان نمیرم ولی بازم مجبور شدم که بیایم کی برات زنگ زده بود که افغانستان بیا حسیم خب در این قسمت پروگرام غزال جان خوب دروغ شدی نام خدا بزادت مقبول دروغ شدی و چی یک تالنت دارم ما باز و یک آهنگ میخوایم که غزال خودت انجام بدی و همو آهنگی را که من انتخاب کردیم خب ما غزال جان به اجازه که من باید من فلور منیجرم باشم ما معذرت میخوایم بیادرت باشه کلگی
خوبش بسیار مقبول. غزال بچه خبر شدی که برمت دستمال آوردن. او تبریک باشه. بخیر باشید. دستمال بینی آوردن. غزال جان در قسمت پروگرام ما میخوایم که برای آقای فرامرز تمنا یک قطعه عکس در ایلیدی پلی بکنم و آقای فرامرز میگه که از این عکس چی خاطره داره. دوستا امو من این مایک ما برشون بتم. اجازه است استاد؟ بفرمایید استاد. خب میشه که از این عکس استاد دازرین دا کمیستا شما استاد در مراسم تالیف رئیس جمهور هم بودین و همچنان ینگه ما هم بودن. از این عکس چی خاطره دارین؟ عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان و حضار حاضر. سال نو 1399 خورشیدی را به خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که سال نو سالی سرشار از توسعه یافتگی و آرامش و دانش برای تمام مردم افغانستان باشه. من در او محفل حضور داشتم و جزو نزدیکترین کسان بودم به رئیس جمهور. واقعا همون لحظه بسیار حس خاص بود و صداهای انفجار بسیار شدید که امون نظم داخل امون محفل به هم زد، اما رئیس جمهور از جای خود تکان نخوردند. من فکر میکنم کسی که میخواد زعامت یک کشور به دست داشته باشه در ابتدا باید شجاعت داشته باشه. ما در افغانستان خانم عنایت چندین بار از کرونا یاد کردند. بله. ما با کروناهای مختلف مواجه هستیم. کرونای فساد، کرونای طالب و داعش و کرونای دزدی و قتل. و کسی که میخواد زعیم و رئیس جمهوری کشور باشه باید شجاع باشه. بله. من تحسین میکنم کار رئیس جمهور که در جای خود ایستادند و کوچکترین دغدغه و نگرانی و اضطرابی در ایشان ایجاد نشد و من میخوایم که از خانم آرزو یک سوال جدی بکنم و آرزو دارم که پاسخ شما هم جدی باشه. چی حال دارین؟ و این شوخی کردم از این که جدیتر ای که چی گه پاس دیگه. با افتخار خانم آرزو یک کف بزنین. خانم آرزو هم استاد دانشگاه هستن. خانم آرزو میشه که حرفایتان داشته باشین و یک تبریکی خود اقل. بسیار تشکر قاسم جان. سلام خدمت شما خانم عنایت، حضار گرامی و تمام بینندگان خوب تلویزیون طلوع. و هم سال نو بر همتان مبارک میگم. امیدوار هستم که این سال بر همه ما و شما و معنای واقعی کلمه مبارک باشه. برای همه مردم افغانستان آرزوی خوشبختی دارم و امید دارم که با حکومت جدید بتونیم یک افغانستان جدید بیافرینیم. بخیر باشین. با افتخار خانم آرزو یگانه خانمی که همیشه مدافع حقوق زن بودن و این خانم‌ها افتخار هستند و خانمای قهرمان هستند. در این قسمت برنامه همین مایک یک بار برای حفیظ جان بتین. حفیظ جان خو احمد دوستا با چهرهش آشنایی دارن. حفیظ رئیس کابرا پروداکشن هم هستند و پشت از این بسیار توطئه هم هست که میگه اینا امریکا گریختن، اما نگریخته. من یک سوال از خودت میکنم. یکی از شخصیت‌های افغانستان گفته بود با والله و با بالله که درد دارم. شما بگوین که درد از این دست کمر بود، روماتیسم بود، این درد از این شخصیت کدام درد بود؟ در اول سال نوتان مبارک باشه به کل دوستا و هموطنان عزیز. آرزو دارم که از این مرض کرونا هم در امان باشه همگی و نوی کال مبارک از شما مبارک باشه. ما فکر میکنم یه آدمی که قسم خورده گفته با والله و با بالله، این درد از این واقعی است. درد جیب شاید بوده باشه. درد جیب بوده؟ خب آلمین به طرف نفیسه جان. وی پامیر کاکر یک کسی است که همیشه من سال پر مویای زیر چوتی کدگی دیدم. امروز دیگه مویای خود اعلا کرده ینگیتان. لا حول ولا خب پامیر یک خاطره را گفتی که من قسم میکنم، گفتی که حتما من میره دجیجان میمونم. مگم در سلام 1392 کدام خاطره بود تو؟ سال نو همگی مبارک. ما یک روز طرف دفتر می آمدم و مویایم هم یک کمک تر بود. یک طرف سرک مروان بودم، یک طرف سرک یک
تاکسیران روان بود دیگه. او مرا از پشت سر دیده بود دیگه. ما پیشروی روان بودم و پشت سر ده و بغل روان بود. آران کرد، یک آران دو آران. ما گفتم که چی است؟ اما تکسای کرد. وقتی که طرفشان دیدم همین نفرم یک دفعه امیر بگی عادی جان که مگه عادی همه تو خیابان آزارم هست. وقتی که طرفش سعی کردم همین طرف که دید موتر گرفتم یک ریز داد. خودت گاهی وقت خیابان آزاری کردی؟ بله عمرش نمی کار تیر شده. یکی از دوستای من خانم خود از ناز نثار احمد بهاوی صدا میکنه. من ایره شوخی نمیکنم. پرسان کردم که چرا ایره نثار احمد بهاوی میگی؟ گفت هر وقت که دلش میشه سرما وار میکنه. جمال مبارزم اسمیجا میگه کمر باریک داری، چشمای آهو واریس، بگو چی کار داری. من فقط 1000 افغانی کار دارم بس. ما اول سلام خدمت شما دو تا ستاره استیج و همچنان مهمانان گرامی. کمر باریک داری، چشمای آهو واریس. یک کلمه از میره ما دقیقاً کمر ما 29 چشمایم مزاق کردم دوستا شما خوی محبت تونه شما قرچه واریس ما ایره درک میکنم. خب و همچنان امیجا هادی امرای یک آهنگ هم تو مزدار اگه شما دوگانه با هم زمزمه بکنین. احمد بسیار خوب آهنگ میخونه. استاد مینام است با دیگه نمبر مگه استاد مینا دادی میتونین. سلام برسه قاسم جان به خودت، به غزال جان و سال نو همگی مبارک. در مورد کدام خواندن چیزی گفتی؟ عادی جان گفتی؟ شما یک دوگانه بخونین. دوگانه ما از برابر میشه؟ میشه فکر کن که خودت نغمه است اینا منگل. अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है, निकले थे हम हलवा खाने मोही जल गया है. خب بازم تشکر از مهمانای ویژه که همشون تشریف آوردن و همچنان غزال جان عزیز اینا هستند که برنامه را زیبا ساختن. دقیقاً. برای من گلاس چای برام میخوایم وقفه بگیرم. خواهش میکنم. خوش آمدین دوستان عزیز. سلام 1399 برای همه شما تبریک. آرزو دارم یک سال خوب و خوشی را همه شما سپری بکنین. یک سال پر از خوشی باشه. برای تمام مردم افغانستانم خوشی میخوایم. در این سال ما برای خود شاید خوشو بخوایم. خب تشکر از غزال نازنین که تابال بودن و غزال جان هم رفتن بازم به طرف کانادا. وانا خودتان دیدین دیگه که دیگه خودت میفهمی که غزال دیگه ما خواسته میشه. ها خیرتی؟ او کجاست؟ کجاست؟ کی کجاست؟ ینگیت؟ کلان آدم شهرم کو؟ ما پشت زغال جنایت آمدیم. ای کاکا را بکشین، امنیتی را بکشین. ایتی است؟ او بچه فکرت باشه که به خدا رویت میخورم. من میفهمم که ایجا تو دختره میخوایی ایجا ینگه میسازی. اگر طرف غیزال اینایت سعی کده بودی چشمت میکشم. فهمیدی؟ اگر دیدن طرف غیزال سعی کده بودی چشمتانه میکشم. ای کی است بلیاز خدا؟ اوی توتی از ماست. ای توتی خودت خامدی توتی رو به چی آوردی؟ بچه ما کی هستیم عاشق هستیم. او توتی از ما کی هستک عاشق پاک است. یا عاشق پاک ازی چه رقم استیج ما رو تکا تکا کردی کاکا کردی کارت. یا عاشق پاک ازی چه رقم است؟ نه سعی کو بچه ما. ای توتی است بلیاز قراری یا بزغاله؟ اول باش که با عاشق پاک بگویم که چی است عاشق پاک. بیشی کاکا قصه بکنه. اینا توتی از ما گپ زد. توتی از ما کی است مجرد است. انوز زن نکد است. او ما کی هستیم سه زن داریم که انشالله چهارمیش زغال جنایت خواهد. توتی از ما صدایش دیدی؟ زبانای خارجی بلد است. این زبانای خارجی رو بلد است؟ ها؟ این پیشترکا صدای بزغاله را کشید. ببین حالا پس توتی گپ زد دیدی؟ امی طور که تو انگلیسی گپ میزنی این زبانی گوسفند گپ میزنه. زبانی خارجی است نه؟ امی طوری که تو میری فرانسویات میگیری این میره زبانی شطوریات میگیره. پس فرقشی زبانی خارجی زبانی خودش نیست. این توتی از ما که از پاسپورت داره سفر میکنه
او بسیار بسیار خوب است که کرونا هم نمیگیره. خب کاکا تو عاشق زغال زغال جنایت دوست داریم، عاشقش هستیم، هر شب خوابش میبینیم. او توتی از ما که از مجده دوست داره، همو دختره که مقبول. درو میگه ما عاشق غزال جنایت هستیم. چپ کن بی تربیه. خودش به ما گفت که مجده دوست داره، حالی ما آمدیم دیده که زغال جنایت شما طلوع هستین، حالی پس گپش دور داده. تو هم بسیار پالیسی بازی میکنی. برو کاکا برای ایجا کدام کوچه کافرینی کوچه کافرشی نیست عرب گمشه حساب توتی برای خراب کردی. برو برای ایجا برای من خراب کردی با کاکا. خود حاجت با من نیست، همی بوکس کاریت میکنه. کجاست؟ کی کجاست؟ چی میکنی همین نوروز است صدق و زغال جنایت که دل ما تازه شد. او سایل کو ما ای قدم مقبول چشمای ما رسای کو، ای بروتای ما رسای کو، ای قواره ما رسای کو. ما مطمئن هستم که زغال جنایت از ما بهتر هیچ کس نمیتونه پیدا کنه او ما شوارش. برو کاکا که قریب از خواستگاری کنم. برو کاکا برو الاکو کاکا همی که تو را در این محفل کی خواسته، در این برنامه کی خواسته، تو چطور ایجا پیدا کردی؟ او ما خودم میایم، ما را کس نمیخواه، خودم میایم خودم میرم. فهمیدی؟ برو صداکو بگو که یک علاقمندت پنت آمده. پنت آمده؟ برو کاکا ایجا هر کس به داخل میشه پنت آمده. فقط کجا چی جور کردی؟ لا حول بلا قوت الا بخیش ما امرایش خاندن میخوانیم. توتی ما مگر شد یگانش پلاق مندازه دمین. به خاطر غزال چی کدام میتونی؟ ما گرچی که امرای هیچ کس تعال نخواندیم، گرچی نغمه از ما خواسته بود که امرای ما دویت بکن، ما گفتم نه نمیخوانیم. چند هنرمند دیگه که تو خوب مقبول بودن از ما خواستن، مجده خواست، ما گفتم نی توتی ما امرایت میخوانم، ما نمیخوانیم. ما فقط امرای زغال جنایت میخوانیم که بعد از او امرایش عروسی میکنیم، میبریمش به خیر خانه. ما میتونم امرایش خواندن بخوانم، اما خواندنی را که اول خوانده بود رویش معلوم نمیشد. بخیالیم که بچگک گپ گوش نمیکنه، نمیپامه. هنوز ندیدی زدن مدن چطور کدام مستخانت نشکسته تبال. ما خواهی غزال جنایت نه، غزال عنایت است، میخوایم برات. صحیح است؟ در یک شرط او میه که او دمو چهره اولش که خودت ظاهر نمیساخت و خودت که آهنگش خوانده میتونی. ببین چطور میخوانم. این ما نوتایش نوشته کردیم آوردیم. برو بیار بخوایش صدایش کو گیرمید. بخوای میگه توتی ما اصاب خراب کردی. بخوای هر کس مدره دی بر چیرش خندیده این نوروز. همو غزال بگو نروز، غزال بگو بیان با مو چهره اول خود. بسیاری روز ارمان داشتم، ولی من رایش میخوانم یک جای. چی یک روزی است، چی نازک قدمکا داشته باشه، چی کمرک باریک. او که ما توفه را برش بتم، توفهی که دارم همیشه برش میتم، قلبی ما برش میتم. گرچه سیزن دیگه دارم واره او قدر دوست ندارم. الله جردشم کنه سنگه روی تا نشان ندی که به خدا سکته میکنم. گفتن امرای ما آهنگ میخوانی؟ زار دپا ما دلی خدا میتونیم زیر پایت توتا بکنیم. دیگه چی میخوایی؟ آهنگ خویی چست؟ پیش اغیارم پد صدای
چطور هستی؟ زغال جنایت کجا بردی؟ چی میخوایی؟ توتی من میخوایی بخانم توتی من میخوایی بخانم خسیم ما از گپ ماندیم بالاخره او ما را بیادار خواند ما مجبور شدیم که همین کارا بکنیم خسیم کجا قرار کردی؟ بیا جواب بده. بیا نمیتونی بری. کاکا غزال نیست، غزال رفته و مو خاطر ما خواستم که خودم بیایم. نه تو ما را بازی دادی بچه ای کاری خوب نیست. شما یک نفر سایکو ما آمدیم از او طرف ها ما دل پاک داریم. همه چیزی که دادانی ماست همو زبانی ماست در قلب ماست همه جای است. اینالی خودت برای ما غزال جنایت است، غزال اینایت است، هر چی است برای ما پیدایش کو ما میخوایم ببریم. خب غزال جان کانادا رفته کنسرت داره ما مجده جان خواستیم. آوی تو چی زمانه میترسیم ما خودی ما یاره میتونیم بزنیم. خب تو خمار یک فریب دادی گفتی زغال جنایت اینجا آمده ما را درو گفتین اعلان کردین در تلویزیون نشان دادین. ما فکر میکنم فوتوشاپ کرده بودینش در اوجا مانده بودین. همین غزال اینایت بود. این غزال اینایت نیست. ما اینه براتون توفه میخواستیم تقدیم بکنیم صحیح برآمده نتونست. او در قلب ماست او را در بارش ما اصلا گپی بد نمیتونیم بشنویم. علی که گفتیم مجده جان آمدم و خوب مقبول است خوشی ما میآید. خب خیر اگه خودی ما خوشی ما نمیاد توتی ما را خوشش میاریم اون را میبینیم. میخوای ما را ببر پیشش هر جای میخوای میریم. نه مزاق کردم مجدام نمیاد. مجدم نمیآید خودت بپای کتی ما. او مغزی تو خراب است، فکرت خراب است، کجا میری او بچه؟ ما میگم کتیما بپای ما میمان نواز هستیم میبریمت خانی خود نانمان میتیمت میکشمت از خانه. چی فکر کردین شما؟ کاکا ما رفتم برنامه خلاص شده تو ناق جگر زده. او ما شما را نمیمانم هر جایی که برین ما از پشتت میریم. امرای ما باید بپایی. بریم برو کاکا ما اون طرف میرم تو اصلا ما را خراب نکن. هر جایی بریم از پشتت میریم. بریم ما رفتیم. خدا پیزتن. خدا پیز. برو کاکا الهی مکو. کاکا خودت ایلا نمیته. برو کاکا ما او خوار داری؟ برو کاکا الهی مکو. برو الهی مکو کاکا. او کدام کس بیواز؟ تنها سینماگرد اینجا دعوت هستم. نمیتونم که هر چتیات که شما بگوین من گوش کنم به اینجا. خیر سوال روزی است که به اصطلاح هم میخواین که تلویزیون معتبر مثل طلوع من نمیفهم چطور شما رو استخدام کردن. به کدام عنوان؟
1399 است. و امشب غزال جان عنایت عین از کانادا آمده. غزال جان و غزال چی باعث شد؟ کدام شب مرا در خو دیدی؟ یه قدر دیگه روز بعد سرم نامده که در خو دیدی. باز وقت آدم خوای بدم میبینه. سال نو تبریک باشه غزال جان. غزال یک کسی را بسیار زیاد دوست دارین، سالهای سال است ندیدینشه و دوستا هیچ کس نامش نمیگیره. از کلا خواهش میکنم، من میخوایم که این شخص دعوت بکنم و وقتی که او آمد و اونا هم در پشت کوچ شما استاده میشن و شما سعی نمیکنین. زیر پای امو میگفتن چیست؟ میگفت تخته. هر کس سعی کنه چشماش بترقه. و ما مشخصات چه میگم، اول به افتخار اونا کف بزنین. غزال او طرف سعی نمیکنی، کف بزنین. بفرمایید شما. نقل نمیته کس. کس آینه کم نپوشیده اینجا که ما ببینیم. ایزر شما پیشتر بیاین. خب من مشخصاتش میگم و شما بگوین که ای کی است. درست؟ قدش صبر کنین با مزرت. قدش قدش 1.60. مویای خود در بسیاری برنامه ماشین میکنه. خب ماشین میکنه مرد. کمر 45 و در بسیاری آهنگای خود برود میمانه. هنرمند است. هنرمند است بله. و یکی از اکشنایش، یکی از حرکاتش اینمیست. و همچنان ورزشکار هم است. در مسابقات جام جهانی اصلا سهم نداره. و یک وجه مشترک بین اینا و رونالدینیو است. میفهمی چی است؟ هیچ وقت رونالدینیو به اینا زنگ نمیزنه و اینا هم به او زنگ نمیزنن. چرا کنگه؟ هنرمند است گفتن. هنرمند است بله. عطف بزنین. اینجا است یا از خارج آمده؟ خارج سه وقت نانش میگه تیار است. از خارج آمده بله. اویس نه از دوستاست یا چه رقم؟ از جمله دشمنان است. از جمله دوستاست. شما خیلی دوستش دارین و گفتن که بسیار وقت زیادی است که شما اونا را ندیدین. اونا میخواین چشمای شما رو بسته بکنه و یا یکی دستای رو بسته بکنه. من میخوای بسته کنه. تشویش نکنین. شما دستاش دختر است. وقت خوشن کف بزنین بین بفرمایین. بله اسنا جان از ترکیه آمدن دیگه. خواستیم که او سپرایز گفته بودین، سپرایز اینا بودن. گفتین تماس ندارین؟ من تماس دارم. بله یکی از برنامه‌های بامداد خوش برنامه گم شده ها بود و ایال ما گم شده ها رو پیدا کردم که مریم و ایمال هم در او برنامه همیش می باشن و باز وقتا گم شده ها رو که روبرو میکنن اونا عشق میریزن و اگه شما عشق میریزین آزادان عشق میریزین. من برعکس بسیار خوشحال میشم و واقعا یگانه کار خوبی که کردی همی است که حسنا جان اینجا آوردی و دوستای عزیزی بر اولین بار است که ما از پرده یک رسانه هر دو یک جای ظاهر میشیم و واقعا من خیلی خوشحال هستم. قربانت تشکر. من هم سلامای گرم خدا خدمت همه تان تقدیم میکنم و سال نو برتان تبریک میگم. و مهمان پویامه که باز چه وقتا میبینم. پویامه که عزیز کجا بودی ده قوار؟ کجا بودی تو؟ دمیجه بودی تو؟ تو بودی؟ خب غزال و اسنا نام خدا هریتان هنرمند هستین و زیبا میخوانین، زیبا میدرخشین. شما بینتان یگان آهنگ جنگی داشتین؟ حتما چرا نه. اکثر عزیزایی که هنرمند شدن پرسان بکنین عادتشون همی است هنگامی که دوش میگیرن حتما زیر شاور آهنگ میخوانن. بله بله بله. دیگه ما و حسنا جان با دیگه خواهرک و برادرها همیش زمانی که بیکار میماندیم یک بازی بود، شاید به یاد داشته باشین برنامه انتاکشری یک برنامه بود. باز میره بازی میکردیم. یعنی شما هنر موسیقی را از امام آموختین؟
گفتین نه گفتین اونجا تجربه کردیم. اونجا تجربه کردین. استاد مینا شما هم دمام میخونین؟ بله استاد مینا میخونن. روز چهارشنبه بزرگترین کنسرت استاد مینا دمام. خب بیاین که خیمه یک حرف میگم شما شروع بکنین یک آهنگ جنگی داشته باشیم. صحیح استاد؟ خب دبلیو واجیوا 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 وا وا واجیوا 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 وا 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 واجیوا 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 وا وا धीरे धीरे प्यार जो आग बल गई इसका मजा चख लूं मैं जरा फिर कहूँगा मैं के दाल गल गई یا यार मेरी यारा मेरी यारम तूने दिल चुराया मेरी यारम यार मेरी यारा मेरी यारम तूने दिल चुराया मेरी यारम बिन तेरे जीना नहीं नहीं बिन तेरे मरना नहीं नहीं रब की खाई कसम महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे कुछ दर्द है मेरे सीने में मुझे मस्त माहौल में जीने दे यम्मा 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 हे खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहा तुम कहा अलिफ अलिफ الف الف आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो आओ हुजूर आओ आओ واو वतन इश्क तू इफ्तिखारम वतन दर रहा जान सारम वतन इश्क तू इफ्तिखारम वतन दर रहा जान सारम वतन खाक पाकत بهشتم بود گلخند वतन इश्क तू इफ्तिखारम वतन दर रहा जान सारम بسیار زیاد مقبول بسیار زیبا و آهنگ وطن بود و در این قسمت از برنامه میخوایم که همراه سیاوش عزیز یک طفل بسیار قندول نازنین که پسر استاد فرامرز تمنا است که لطف کردن قندول هم آوردن کدوم گپ میزنی؟ خب آماده هستی؟ یک دو سه بگو 1 2 3 4 5 6 بگو 4 5 6 بگو 7 8 9 7 بگو پدرت دوست داری یا مادرت؟ اردیشه کدامش زیادتر دوست داری؟ مادر من مادرت دوست داری؟ خب شک نه طفلا مادر دوست داشته باشن سیاوش ما یک اکت میکنم تو بگو از کی است صحیح است؟ آماده هستی؟ سیاوش افغانی سیاوش جان ترستیش بیا یک دفعه بیا بشنین خب خندول سال نوتان مبارک باشه سلام 1399 را میبینین و سال نو برای همه شما تبریک میگم. آرزو دارم جور صحتمند و خوش و خوشحال باشین. یگانه ستاره‌ای که در کنار شما در خوشی و غم بوده، یگانه ستاره‌ای که همیشه در دلها جای داره، یگانه ستاره‌ای که در هر دقیقه هر لحظه‌ای که افغانستان برای خوشی نیاز داشته مثل که امشب در کنار شما هست و امشب همچنان در کنار شما است تا زنده است در کنار شما می درخشه. لطفاً به افتخار خودم یک کف بزنید.
امی کل هنرمندا برای هر قسمت بدن آهنگ میخوانند، برای موی، برای ابرو، برای چشم، برای لب و چند عضو بدن است که هیچ وقت آهنگ خوانده نشده. ما میخوایم که نامش بگیرم و ببینیم که اگه غزال چقدر استعداد داره. آیا میتونه با عضوای بدن که هیچ وقتی برای آهنگ خوانده نشده خودت آهنگ بخوانی؟ برای گوش، بینی و استاد سیداگل دیدم بروت یادم آمد. بروت برو تکای یار چنگ چنگ است دلم از دوریش بسیار تنگ است و دل نازکش چیزی نگردم با گوش و بینی خود در جنگ است. خوبش بود ماشاءالله. خب در این قسمت غزال جان نام خدا ورزشکارا گرداندای عزیز همه دوستا هستن یا همیشه از شما سوال داشته در برنامه مهمان بدین و شما اگر در بین از این دوستا کدام سوال شما داشته باشین میتونید که از اینا بکنین. خب ما دوست دارم که از دختر خانما سوال بکنم. اول میخوایم که از مریم جان سوال بکنم. یک چیزی سر برای ما یک سوال جالب پیدا شد. شنیدیم که شما برای بچگکتان اگر نامش اشتباه نگویم میسا جان کدام محفل گرفته بودین؟ محفل دندان کشی واقعیت است؟ به همگی سلام عرض میکنم. سال نو مبارک. با خودت قاسم جان و خودتان سال نو مبارک. سلامت باشین. من محفل دندان کشیدن برش گرفته بودم، باز بسیار کسا نفهمیده بود بخاطر اون تکسی که من نوشته کرده بودم. از اینا روز چهارشنبه محفل چهارقوه که بچه‌شان است. سوال بعدی است که می‌خواید؟ سوال بعدی از سحر جان نازنین، بسیار یک دختر خانم مقبول زیباست. در چند برنامه دیگه با ایشان کمک چی شدم آشنا شدم. میخوایم یک سوال از شما داشته باشم. شنیدیم که شما در ادبیات روسی بلد هستین. امی پای پچلک به روسی چی میگن؟ راست میگه چی میگن؟ خب پای پچلک. سلام بر همگی، خوش آمدین. سال نو همگی تبریک از شما غزال جان، قاسم جان. ولی متاسفانه اونجا کس پای درسته. من سوال از پوپل دارم چون در برنامه که دخترای باشه خودت به چوکی اول میشنی. یک سوال دیگه از استاد سیداگل مینا دارم چون خود کیوت جلوه میدی استاد سیداگل. هنر در افغانستان در اواخر چقدر رشد خوب داشته و هنرمندا چقدر رشد خوب داشته و دوستا را همیشه شما به گفته مخارجا انترتین ساختین، خوش ساختین و گرداندای عزیز چقدر ترقی داشتن و همچنین سیاسون عزیز ما چقدر ترقی داشتن، ورزشکارای ما چقدر ترقی داشتن. یگانه چیزی که ما بسیار زیاد جگرم خون میشه که اگرچه من او بخش نیستم سینمای افغانستان است که سینما قلف است و هیچ وقتی امی به سینما توجه داشته و سینماگران مقدار زیاد امی فیلماشون و تلویزیون‌ها و یا هیچ وقتی نبودم متاسفانه. آرزو داریم که فیلم‌های افغانی در سینمای افغانستان سعی شه و کوالیتی این فیلم‌ها هم بلند بره بخیر. بله بله خب ابکارا مایک بتینه کدام چیز خیر میگیم مشکل نه. هدف ما اون نبود خانم علالای. در مایک فکر نکنم که جالب باشه بر دیگران. ما از اول توهین شروع کرده و ما به شما اجازه نمیدم به سینماگرای افغانستان شما بخواید توهین کنید. ما توهین نکردیم خانم علالای. ما فقط هم قدر گفتم که نه سینما رشد نکرده. نه سینمای افغانستان رشد تا اندازه کرده. که ما مشکلات اقتصادی داریم اما شما نه سینما را میشناسید نه معلومات دارید. سینما را گفتم خانم علالای. خود سینما رو گفته باشین ما در دنیای سینما هستم. ما هستم که البته فعالیت میکنم، زحمت میکشم. مثل مواره صدها افغان هسته و جوانای ما هستن که دوست دارن هنر پیشه شون یا در سینما در آینده کار کنن. اما شما درست نیست. خب بیاین به استیج بیاین بی حرفای تو که میخواین بگید. نه ما نمیخوایم سر استیج بیاین. میخوایم به شما فقط بگوییم که باید شما را از رئیستان هر کسی که از شما را روان کنند در کشورهای دیگه که یک کمک شما یاد بگیرین که چه قسم گرداننده باشین. خانم ملالای من معذرت میخوایم اگه میگی باز من میکشمش. خیر من در مورد شما انتقاد اصلا من نکردم. خیر است قسمت دوباره ما نمیدونیم دلیل نیست که ما شما انتقاد کنید. به خاطر که اگر راست خودمون انتقاد بکنیم
بله وقتی که رشته ما سینما می باشه و من فکر کنم تنها سینماگرد اینجا دعوت هستم نمیتونم که هر چتیات که شما بگین من گوش کنم به اینجا. ما چتیاتی نگفتیم مثلا ما در مورد شما هم خودم شما همیشه میگید توهین میکنید و خود اجازه میدین. من نمیخوایم سر فیزیکتون گپ بزنم که بسیار زیاد گپ ها داره که دیگرها شما رو مسخره میکنن خودتون مسخره اما افکارتون چرا و به عنوان یک کسی که یک تلویزیون خیر است اول روزی است که به اصطلاح هم میخواین که معتبر مثل طلوع من نمیفهم چطور شما رو استخدام کردن به کدام عنوان. بله نه خب ما باید اینا رو بفهمن یکم یاد بگیرن. اینا از هنرمند گرفته تا سیاستمدار هر کسی که دعوت میشه توهین میکنن و درست نیست که به خود اجازه میدن. من فکر کنم هدف از اینا توهین نبوده. خیر است شاید اینا در ملابلای دیالوگ خود چیز درست کرده بودن که میخواستن برای انترتین برای خنده. شما خیر است ناراحت نشین چون برنامه تفریحی است باید کمک خیر است. من معذرتون رو میپذیرم اما امیدوار هستم که امروز دیگه کسایی که دیگه دعوت میشن شما این رقم رفتار نکنین. بهترم است که خیر سال اما چیزه اوکی خیر است هیچ اصلا نمی دیالوگ تا بکش کسش میکردم خیر خوب اوکی It's okay خیر است قاسم جان نگه پا میشه Don't worry یک کپ بخور اگر کم آب دارین دوستا یک گلاس آب بیارین برش It's okay قاسم هر کسی میخواه که موقع پیدا کنه یک چیزی بگویا Just don't worry It's okay خودت کسی هستی که هزاران علاقمند داری و در دل همه جای داری اصلا It's okay دستخوان شاروخان افغانستان یک تخت بسیار محترم بزنه سلام به دوستا بسیار معذرت میخوایم از اینکه به من دایرکتر از این پروگرام به من گفتن که من شما رو باید آزار بدم معذرت دوستا سلام بابگی سلام خدمت شما دیگه با می چون در دنیای سینما هستیم خواستیم به شما نشان بدیم که سینما یعنی نی سینما یعنی انتظاری یک نفر میگه ولی سینما نی است و چون اولین بار به این پروگرام رو می آمدم یک کم میخواستم زیادتر تشنج بین ما پیش بیاید که نامد زنده باشین بازم افتخار است این تشکر من در دلم گشت که ما یعنی کدام گپ حرف بعدم نگفتیم یا بازم تشکر سال نو شما تبریک تشکر سال نو همگی مبارک باشه بگم ببخشین بازم شما چون ما هم دیگر نمیشناسیم اولین بار بود حتی دوستایی که پالیمش نشسته بودن از اول پروگرام گفتم که به من میگن که قاسم جان بسیار شوخ است و یک کمک میمونا رو آزار میده گفتن نه خیر است اما پوپل جان گفت که نه بسیار لیاقت داره و از اول ما یکم فکر کنم مرا میخواست آرام بسازه خب شد سینما رو فقط خواستیم بگوییم که نیام یک نقش بود شما هم به خدا استعدادتان نشان دادین که فوق‌العاده در بخش اکتینگ استعداد دارین که ما واقعا احساس کردیم که واقعیت است بسیار زیاد تشکر من یک سوال دیگه میکنم در بین این دوستا چهره کی در کدام نقش فیلم میخوره اول پوپل جاسوس اگر برای حفیظ محمدی بچه فیلم بله استاد فرامرز تمنا خب اینام رئیس یک شرکت و همچنان غزال جان در یک فیلم یک آهنگ هم اجرا کرده بودن در کدام فیلم بود و کدام آهنگ بود فیلم حسن بود مگر چی با چندین فیلم هایی که داخل افغانستان آماده شده همکاری داشتیم البته ولی با فیلم حسن برای اولین بار به شکل رسمی ما همکاری داشتیم یک آهنگ برشان داده بودم کدام آهنگ بود؟ چرا تو خاموشی چرا نمیخوانی چرا تو خاموشی چرا نمیخوانی چرا صدای نگاه مرا نمیدانی صدای تشنه باران صدای خواهش برگ
بروی شاخ نشسته لب نوازش برگ مگر بزمزمه عشق سر نمیمانی همه شما تبریک باشه، بازم خسته نشده باشین. و پوپل امی لحظه استخوان گردنش یک مشکل داره، از میسو فضل امی رقم طرف ما عجایی واره سعی کرده رئیس. و پوپل یک شخصیت و یک سوپرستاری است که بر ما سلمان خان پوپل کم نیستی و فقط فرق بین پوپل و سلمان خان نیست که او کرور پتیست و پوپل مفلس پتیست. پوپل خیلی دوست دارم. I love you. خواستگاری خیروان کو. خب غزال جان عزیز خیلی تشکر از لطفت، از مهربانی. تا بالا خدا کنه خسته نشده باشی. سلامت باشی. و خودت هم بسیار احترامت داریم، همیشه دوست داشتیم. هنرمندا همشون قابل افتخار هستن و تمام شما عزیزا ورزشکارای ما، پرزنتورای ما، شما مردم افغانستان و نمایندگی از کل افغانستان اینجا شما شدین. خیلی ممنون شما و کل آهنگایت من دوست دارم و یکی از آهنگایت که من بسیار زیاد اول که من شنیدم بسیار علاقمند شدم او آهنگ چوب چوب گم شده دل بود. ما فکر میکنم که همون مراسم را که قرار بود تجلیل بکنیم. کدام مراسم است؟ هم مراسمی که قرار است خودت مرا خواهر بخوانی در مقابل کامرا و هم عزیزایی که اینجا است. ابی چیز گفته بودی دیگه. همون نقل بیارین، اینا وعده کرده بودن که مرا خواهر میخوانن. ولی یک قربانی میتم ما، خودت از این جان آقا برادرم هستی. درست است، قبول است. از این ما و غزال نه بلکه ما و جان آقا برادر هستیم. افتخاری برادرها کف بزنیم و نقل بیاریم. بله. خب میشه برنامه بعدی را قسم آماده بسازیم که خسیم با جان آقا. خسیم با جان آقا. بله. سر گپت هستی یا نه؟ بسیار خوب. با افتخار شه کف بزنید دوست عزیز. اولین کسی که تانسته رکورد قسیم بشکنانه و خیر از خواهرم اگر مرا نخواند برادر خو خواند، ینگه نخواند. نه ینگه به دیگرها ینگه نشد. من یک مشکل دارم، باز وقتا از بیادرم هم خواستگاری میکردم.